أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سوره البقره یکی از درازترین سوره های قرآن است و به اعتبار ترتیب دومین سوره است. این سوره زیادی از مسائل دین را محتوی می باشد. بحث تفصیلی توحید در این سوره آمده، توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت و همچنان مسائل ایمان در این سوره بحث شده و مسائل ایمان بخش‌های مختلفش، ایمان به الله، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران، ایمان به ملائک، ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر خیر و شر، همه از این مسائل بحث شده. همچنان در این سوره مسائل خلقت انسان و هدف زندگی انسان بحث شده و قصه های مختلفی در این سوره بحث شده. قصه های بنی اسرائیل به تفصیل آمده، قصه های موسی علیه السلام، قصه از داود علیه السلام و همچنان قصه از ابراهیم علیه السلام و قصه طالوت و غیره قصه های دیگری در این سوره آمده. همچنان در این سوره بحثی از ادیان و فرق شده. بعضی ادیان و فرق معرفی کرده، از جمله مسلمان، دین اسلام که دینش است، مسلمان معرفی کرده و علائم نشانه های مسلمان و همچنان کفار، طبقات مختلفی کفار، یهود، نصارا، صابئین و نشانه های از اینها را بیان کرده و همچنان بحثی از منافقین که در جامعه اسلام خود میگیرن و اون طرف کفار هم فریب میدهن، صفاتی از اینها را ذکر کرده. در این سوره همچنان بحثی از احسان شده، احسان به مردم، احسان به والدین و غیر انواع احسان و همچنان این سوره نزول وحی بیان کرده که وحی به چه طریقه میاد، وحی کدام ملکی میاره که جبرئیل، این بحث شده. در این سوره همچنان مسئله آداب خطاب کردن که به چه طریقه پیامبر خطاب کنی، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، و همچنان مسائل جادو بحث شده در این سوره و به خصوص در قصه سلیمان علیه السلام که اتهام میکردن بعضی ها سلیمان علیه السلام ابتدا جادو را به اون نسبت میدادن، قرآن را به صراحت رد کرده و این جادو را عمل کفر دانسته. و همچنان مسئله نسخ در قرآن، در شریعت مسئله نسخ بحث شده و همچنان مسئله بنای بیت الله که اساسی زیر کی گذاشت، ای را بحث کرده و همچنان مسئله تحویل قبله بحث شده در این سوره، مسئله قصاص بحث شده، مسئله فرضیت روزه و توقیت هلال، این مسئله بحث شده، مسئله قتال بحث شده، تفصیل از حج در این سوره آمده، مسئله حرمت شراب بحث شده و همچنان مسئله نکاح، طلاق و عده زن، همه امور به تفصیل در این سوره بحث شده و غیره مسائل دیگری که از قبیل مسائل دین و مسائل عموم معاملات و قرض و مسئله رهن و مسئله انفاق و همچنان مسئله ربا و غیره، این مسائل در این سوره بحث شده و بسیار زیاد سوره مهم است که شخصی سوره بقره را درست احکاماتی از را بدانه
در حقیقت که یک عالم بزرگ است خودش. الله تعالی این علم و این مرتبه را به ما نصیب بکند. می فرماید الله تعالی الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه. الف لام از جمله حروف مقطعات است. مقطعات یعنی حروفی که قطعه علایده خوانده میشه. در معنای این حرف علما زیاد بحث کردن. بعضیا این حروف الف لام میم ایرا رموز میدانن برای جمله های دیگری. بعضیا تفسیر میکنن الف معنا الله، لام معنا جبرائیل، میم معنا محمد، یعنی قرآن از جانب الله با محمد صلی الله علیه وسلم پایین شده. بعضیا از این کلمات رموز برای دیگر جمله ها میدانن و بعضی ها میگن علم از زیر الله بهتر میدانه، معنا نمیکنن. المهم حروف مقطعات در اوائل بعضی از سوره ها می آید. غالبا معنای ازی توضیح داده نشده و مفسرین اکثر بیان میکنن که در اوایل سوره ها آورده میشه این حروف یک نوع اعجاز است برای جانب مقابل. یعنی مشرکین تحدی میکند به این حروف که همین قرآن کریم مرکب از چنین جمله ها و کلمات و حروف است. اگر شما هم دعوا دارید که ما مانند از میاریم سوره یا کتابی یا چند سوره، شما هم بسازید چنین جمله ها و کلمات و سوره ها که در اوائلش چنین حرف ها بوده باشه. ذلك الكتاب لا ریب فیه. ذلك اسم اشاره بری دور استفاده میشه، اما کتاب اینجا یعنی حاضر است، پس دلالت به عظمت و بزرگی و شأن قرآن میکنه. ذلك الكتاب همی کتاب لا ریب فیه. الکتاب مراد قرآن کریم، چون یکی از نامه های قرآن کریم الکتاب است و گفته میشه که در این مسئله کتاب و سنت آمده. کتاب مراد قرآن است. لا ریب فیه، هیچ شکی نیست در این کتاب. در چی چیز شک نیست؟ در نزول قرآن هیچ شکی نیست که این قرآن از جانب الله تعالی یقینا و قطعا نازل شده و این قرآن همچنان کلام الله تعالی است، مخلوق نیست، در این کدام شکی نیست. و همچنان احکاماتی که در قرآن آمده همه از جانب پروردگار است. ایره کسی به پیامبر تعلیم نداده. بعضیا که تهمت میکنن که پیامبر از نزد فلان و فلان گرفته، اینها همه دروغ هستند. تنزیل من رب العالمین. هدی للمتقین. دیگر صفتی کتاب چی است؟ هدایت است برای متقین. البته هدایت به همه مردم است، لکن استفاده از این کتاب، عمل به این کتاب میکنه متقین میکنه. متقیا اینا کیا هستن؟ الله تعالی میفرماید در بیان وصف متقین الذين يؤمنون بالغیب، کسانی هستند که ایمان دارند به غیب. غیب هر آنچه که از انسان پوشیده باشه، از حس انسان، از عقل انسان او را درک نکنه، به همه از اینها ایمان دارن. امور آخرت، مسائلی که به الله تعالی ربط میگیره، دیدن الله تعالی در دنیا و همچنان مسائل برزخ، همه از اینها غیب است. الله با ما بیان کرده، پیامبر بیان کرده، ایمان داریم. دیگر صفتشان و یقیمون الصلاة، و بر پا می دارن نماز را با واجباتش، مستحباتش، ارکانش، با همه شرایطش نماز را بر پا می دارن. چه نماز فرضی بوده باشه، چه نماز نفلی، یا نماز جنازه، یا نمازهای عید و غیره، نمازهایی که در شرع تفصیلی از آمده. و مما رزقناهم ينفقون، و از بعضی آنچه که اینها را رزق دادیم، ينفقون، مصرف میکنن در راه الله تعالی. یعنی مصرفی انفاقی نفلی بوده باشه یا فرضی، یعنی از همه مال انسان نمیده. اگر فرضی هم بوده باشه از جزء بسیار کم میده و از نفلی هم چیزی در راه الله مصرف میکنه. پس نباید انسان بترسه از انفاق. گویا این که نوع ترغیب است برای بنده مؤمن که یعنی خوف نکو، ترس نکو، همه مالت نمیدهی، بلکه یک جزئی کمی از مالت میدهی. والذین یؤمنون بما انزل الیک. دیگر صفتشان متقین، یؤمنون، باور و یقین دارن و تصدیق دارن، بما انزل الیک، با آن کتابی که به سوی تو نازل کرده شده. چی از کتاب است؟ قرآن. و همچنان به
سنت، با آنچه که برای تو نازل شده عام است، هم کتاب و هم سنت، به هر دو ایمان دارن. کسی اگر به قرآن ایمان داشت به سنت ایمان نداشت، ایمان ازی درست نیست. و ما انزل من قبلک، و همچنان ایمان دارن به آنچه که قبل از تو نازل کرده شده از کتاب‌های آسمانی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم و غیره کتاب‌های دیگری. و بالآخرت هم یوقنون، و بروز آخرت اینها یقین و باور دارن، یقین دارن که روز آخرت حتمی آمدن است. اولئک علی هدی من ربهم، نتیجه چی شد؟ امی مردمی که اصحاب امی صفات هستن، امی متقیا، علی هدی من ربهم، بر هدایت هستن از جانب پروردگارشان. و اولئک هم المفلحون، و منها کامیاب و رستگار هستند. اگرچه دیگه مردم ها مسلمان ها را متخلف فکر کنن، احمق فکر کنن، لقب های زشت و ناروای دیگری برشان بدهند، در حقیقت انسانهایی که بر راه هدایت و بر راه کامیابی و در دنیا و آخرت رستگار هستند همین مؤمنین هستند. الله تعالی ما را از جمله همین متقین بگرداند.